پینا و تام، زوج جوانی که به یک آپارتمان در مرکز مونترال نقل مکان کردند، خیلی زود متوجه میشن که پنجره‌های آپارتمان اونها مستقیما به پنجره‌های آپارتمان روبرو دید داره. مردی در حال عکاسی از یک زن هست. در حالی که پینا و تام از پنجره در حال تماشا هستند، عکاس و مدلش کار رو رها کرده و با هم میخوابند. تام همچنان علاقه داره که نگاه کنه، اما با اعتراض پینا دست از تماشای همسایه‌ها برمی‌داره. پینا در یک اپتومتریست کار میکنه و از رئیس خودش یک ظرف آبخوری پرنده به عنوان هدیه خونه جدید دریافت میکنه. اون یک دوربین شکاری هم میخره تا اون و تام بتونن راحت‌تر زوج همسایه رو تماشا کنن. تام و پینا به شوخی برای همسایه‌های خود اسم‌های مستعار رابی و برد رو انتخاب میکنن. اونها اغلب برد رو میدن که با مدل‌های مختلفی در حال عشق‌بازی‌های آنچنانی هست. تماشای زوج همسایه باعث برانگیخته شدن فانتزی‌های جنسی پینا و تام میشه و اونها در حالی که مشغول تماشای زوج همسایه هستند با هم رابطه برقرار میکنند. پینا در یک دوره همی دوستانه از علاقه زیادش به شنیدن حرف‌های همسایه‌ها میگه و این باعث میشه که تام اعتراف کنه که میتونه صحبت‌های دیگران رو با استفاده از میکروفون لیزری شنود کنه. در بازیش به خونه، تام برای پینا توضیح میده که برای انجام این کار لازمه یک آینه در آپارتمان همسایه‌ها جاسازی کنن که بتونه اشعه لیزر رو بازتاب بده. برگزاری یک مهمانی هالووین در خونه همسایه‌ها فرصت خوبی برای انجام این کار به اونها میده. پینا و تام با پوشیدن ماسک‌های مبدل به عنوان مهمان وارد خونه برد و رابی میشن و پینا مخفیانه آینه رو در اونجا کار میگذاره. در حین گوش کردن به مکالمات همسایه‌ها، اونها متوجه اختلاف و دعوای برد و رابی میشن. رابی برد رو به خیانت متهم میکنه، اما برد زیر بار نمیره و شک‌های اون رو کاملا بی اساس میدونه. روز بعد رابی که اسم واقعیش جولیا هست به مرکز کار پینا مراجعه میکنه تا معاینه بشه. پینا به اون در خرید عینک جدید کمک میکنه و صحبت‌های دوستانه‌ای بین اونها رد و بدل میشه. در ادامه هم رابی پیشنهاد میده که با هم قرار دوستانه‌ای بذارن تا بیشتر آشنا بشن و پینا هم قبول میکنه. پینا تصمیم میگیره که به جولیا درباره خیانت دوست پسرش بگه، اما تام مخالفه و اصرار داره که نه تنها نباید در زندگی اونها دخالت کنند، بلکه باید از جاسوسی اونها هم دست بردارن. چند روز بعد پینا و جولیا در یک مرکز اسپا هم رو ملاقات میکنن و جولیا برای پینا تعریف میکنه که دوست پسرش سباستیان یک عکاس مدلینگ معروف هست و اون هم قبلا مدل بوده، اما بعد از آشنایی با اون کارش رو رها میکنه تا به زندگیش برسه. پینا سباستیان رو در حال تریسام تماشا میکنه و بیشتر از قبل مصمم میشه تا حقیقت رو به جولیا بگه، مخصوصا این که میتونه از کاندوم رها شده در سطل آشغال دستشویی هم به عنوان یک دلیل استفاده کنه. پینا متوجه میشه که از طریق دستگاه لیزر به پرینتر همسایه‌ها دسترسی داره و با ارسال پیام‌هایی به جولیا اون رو از خیانت همسرش مطلع میکنه و وجود کاندوم رو هم به عنوان دلیل و مدرک برای اثبات حرفش میاره. تام از فهمیدن این موضوع ناراحت شده و پینا رو به خاطر دخالت بیش از اندازه در زندگی همسایه‌ها سرزنش میکنه. فردا صبح پینا از تام عذرخواهی میکنه و قول میده که دیگه همسایه‌ها رو تماشا نکنه. اما چند دقیقه بعد اونها سباستیان رو میبینن که جسد جولیا رو در حمام پیدا میکنه. اون هم در حالی که با بریدن گلوش خودکشی کرده. تحمل تماشای این صحنه برای اونها خیلی سخته. تام پینا رو در مرگ جولیا به شدت مقصر میدونه و با گفتن اینکه دیگه رابطه‌شون تموم شده اون رو ترک میکنه. پینا دلشکسته و شرم‌زده به تماشای سباستیان ادامه میده تا اینکه یک شب اون رو میبینه که به بار نزدیک خونه میره و بهش ملحق میشه. سباستیان رابطه جنسی بدون عشق با افراد مختلف رو به خودارضایی تشبیه میکنه، در حالی که پینا باهاش مخالفه و معتقده آدم‌ها دارای روح و احساس هستند و نمیتونیم به اونها مثل وسیله نگاه کنیم. در ادامه صحبت‌هاشون سباستیان به پینا پیشنهاد میده که ازش عکاسی کنه و پینا هم قبول کرده و به آپارتمان اون میره. سباستیان ادعا میکنه که برای گرفتن عکس‌های حرفه‌ای‌تر پینا باید لباسهاش رو در بیاره و پینا هم میپذیره و در نهایت داستان عکاسی به عشقبازی پرشوری بین اونها ختم میشه. در حالی که اونها با هم مشغول هستن، تام به خونه برمیگرده و بعد از نوشیدن آبی که پینا معمولاً برای پرنده ها میریزه، از پنجره پینا و سباستیان رو در اون وضعیت با هم میبینه و شوکه میشه. صبح روز بعد وقتی که پینا به آپارتمانش برمیگرده، با جسد تام که خودش رو حلق‌آویز کرده روبرو میشه. اون روزهای متمادی رو دلشکسته پشت سر میگذاره تا اینکه یک شب به همراه همکارش به نمایشگاه عکس سباستیان میرن و در اونجا پینا با واقعیت ترسناکی روبرو میشه. جولیا زنده است
و در تمام این مدت با سباستیان همکاری داشته و هر دوی اونها میدونستند که پینا و تام اونها رو تماشا میکنن. در حقیقت پینا و تام موضوع اصلی نمایشگاه عکس سباستیان هستند و در تمام طول این مدت سباستیان از اونها عکاسی میکرده. معلوم میشه که اونها مالک آپارتمانی هستند که پینا و تام اجاره کرده بودند و در قرارداد بندی بوده که به اونها اجازه عکاسی رو میداده. پینا با حالی خراب و پریشان از اونجا خارج میشه و در ادامه تصمیم میگیره تا از اون آپارتمان نقل مکان کنه. روز اساس کشی وقتی اون برای برداشتن ظرف آبخوری پرندش میره، متوجه پرنده های مرده‌ای میشه که اونجا افتادن و تازه متوجه میشه که تام خودکشی نکرده بلکه مسموم شده. همون شب وقتی سباستیان و جولیا به خونه برمیگردن، یک بطری شراب جلوی در خونهشون پیدا میکنن که از طرف یکی از طرفدارهای نامشخص ارسال شده. ساعتی بعد همونطور که در حال نوشیدن شراب اهدایی هستن، پیامی به چاپگر اونها ارسال میشه. پیام رو پینا فرستاده تا بگه که میدونه اونها تام رو کشتن. اونها مضطرب به دنبال پینا میگردن و تلاش میکنن تا باهاش حرف بزنن. پینا هم در حین یک تعقیب و گریز اونها رو به محل اپتومتریستی که کار میکنه میکشونه و در اونجا سباستیان و جولیا رو به قتل تام متهم میکنه. اینکه این جولیا بوده که نوشیدنی رو مسموم کرده و بعد هم خودکشی تام رو صحنه سازی کرده تا شور و هیجان بیشتری به نمایشگاه عکاسیشون بده. جولیا و سباستیان این اتهام رو در ظاهر رد میکنن، اما دیگه واقعا دیر شده، چون معلوم میشه شرابی که اونها ازش نوشیده بودند رو پینا فرستاده و شراب هم مسموم بوده. وقتی که جولیا و سباستیان از هوش میرن، پینا اونها رو زیر دستگاه لیزیک قرار میده و با استفاده از دستگاه شبکیه چشمهای اونها رو میسوزونه. در ادامه زوج جدیدی به آپارتمان سابق پینا و تام نقل مکان کردن. اونها سباستیان و جولیا رو تماشا میکنن که حالا هر دو نابینا هستند. پینا هم اونجاست و برای آخرین بار اونها رو میبینه و سپس دوربین چشمیش رو رها میکنه و میره تا زندگی جدیدی رو شروع کنه.